وای این راننده پیکان چه ویراژی میده. نگاه کن چه میکنه تو خیابون. آقا مجید بوق بوق کن. پرسپولیس. اینطوری نمیشه داداش. فقط استقلالی‌ها تو این ماشین بشینن. پرسپولیس‌ها تو ماشین آقا ایوب. مفهوم شد؟ بپا مجید بپا. آی محترم واقعا دا اینجا چه میکنه تو خیابون؟ این که عادل فردوسی پور. خدایا شکرت. ممنونم از این تصادفی که قسمت ما کردی. عادل جون 3-4 ساعت دیگه بازی شروع میشه. تا اون موقع پیش ما بمون تا یک گل کوچیک ایول تو محل بزنیم دیگه بابا. گل کوچیک چی عزیز من؟ زاناتون آب میاره. من باید برم. عادل پیش ما بمون. عادل پیش ما بمون. دوستای عزیز من پیش شما ببینم که چی بشه. باید برم دربی پایتخت رو گزارش کنم. عادل دوست داری. قول میدیم فایر پلاید بازی کنیم. نوکرتم عادل خان. روی من پیرمرد رو دیگه زمین نزن. توپ زیر پای فریبرز. پاس به مجید جلو میاد. پاس به ناصر آقا. دروازه‌بان از دروازه‌اش بیرون میاد. یه چیپ قشنگ از ناصر آقا ولی گل نمیشه. عجب توپی رو گل نمیکنه این ناصر آقا. عجب گل نزنی شده. چه خوش شانس بود این تیمورگدا که دروازه‌اش باز نشد. این رامسس پروتس اوناسیس ماتریکس معروف به تیمورگدا. جالب بدونه که شما بینندگان عزیز دیشب تولد مامان تیمورگدا بود. توپ زیر پای ایوب خان به اسی به تیمور. یه ضربه محکم از ایوب. کجا میزنه تو این ایوب خان؟ ایوب بازیکنی که علیرغم تمام حرف حدیثا با مبلغ نجومی 15,000 تومان از اون ترمینال جنوب به این ترمینال شرق اومده. حالا اینجا نمای زیبایی از ورزشگاه رو می‌بینیم. چه آسفالت خوبی داره این ورزشگاه. واقعا تبریک میگم به فدراسیون که بالاخره در ورزشگاه رو برای خانم‌ها باز کرد. اما نه دست این تماشاگر نماها. واقعا این آقا چه میکنه اون بالا. دیگه دقایق پایانی بازیه. حالا اینجا سوت پایان بازی و نتیجه 0-0. هم خسته نباشید دیگه به کلیه بازیکن‌های آخر زمین. عادل جون ببخشید که به دربی نرسیدی یا نه اشکالی نداره. واقعا این بهترین بازی بود که تا حالا گزارش کرده بودم. نه درگیری، نه جنجالی، نه شیشه شکست، نه کسی نارنجک زد. بله، نه اتوبوسی داغون شد، نه به کسی توهین شد، نه داوری زیر سوال رفت. تازه خانومام تو استادیوم بودن. بازم به ما سر میزنی عادل آقا؟ حتما. ای کاش همه دیدشون به فوتبال مثل شما باشه. ایوب جون بریم. کجا بریم؟ شبکه 3 شبکه 2 5 نه بابا شبکه کدومه؟ بریم خونه. مربی میگفت آقا عادل شبا تو صدا و سیما میخوابه. این حرفا چیه؟ بالاخره ما هم خونه زندگی داریم دیگه نه؟ آیون با اجازه. خداحافظ همه خداحافظ عادل جون. خداحافظ. سلام برسون برای بچه‌ها. خداحافظ عادل جون. آی مهندس این فایر پلای یعنی چی؟ راستش فایر پلای رو نمیدونم، ولی فر پلی یعنی بازی جوانمردانه. هم بازیکن‌ها باید جوانمرد باشن، هم تماشاگرها. یعنی تماشاگرای ما جوانمردن؟ خدا کنه که اینطور باشه. شهرداری